قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. هذه على چیز عقیده چی؟ یعنی عقیده یعنی گرفتیم عقیده انبیاء، یعنی عقیده انبیاء، یعنی عقیده نوح، هود، شعیب، ابراهیم، موسی، همه انبیاء عقیده‌شون این که یعنی تمام خیر شر، تمام هدایت و ضلالت، تمام شقاوت و سعادت دستی کی به دستی الله سبحانه و تعالی. به همین انبیاء هم چیز به متفقن. شرع لكم من الدین ما وصى به نوح، همه به خطاب یعنی شما به که شرع اومد همین شرع کی بود یعنی نوح علیه الصلاه و السلام. والذي اوحينا اليك الى محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. انا من چیز به یعنی چیه؟ ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. یعنی علم چیز به یعنی انبیاء ها همشون ابراهیم، موسی، عیسی، نوح همشون متفقان چی به یعنی کلمه لا اله الا الله، توحید و یعنی الحث الى التوحید و قمع الشرك والبدع. چی بده انبیاء ها متفق بده. هم به علیه الصلاه و السلام میگه که الانبیاء اخوه لعلات امهاتهم شتى و دینهم واحد. یعنی علات یعنی پدر یک و مادر دیگر، یعنی انبیاء ها هم خیلن. یعنی یک مرد های دو زنش های، دو زن از دو زن فرزند های، هم فرزند ها کی اند؟ برادران، پدرشون یک. همه جهت اند، یعنی محرمیه، یعنی الرضاعه و المیراث همش به چی میشن یعنی شریک میشن. برای که پدر چه یک انبیاء ها رو میخیلن، پدرشون یک، مادرشون دیگر. یعنی معناش عقیده شرع یک. این نما چینده یعنی بعض احکامند چی هن؟ یعنی چیزا یعنی فرقه. وقال في سورة ابراهیم، سوره ابراهیم اند چی آورد یعنی جدال بین که اتباعهای بین متبوعها شدگیه. الله سبحانه و تعالی میگه قصه که وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. نكرة نكرة في سياق استفهام فهي تفيد العموم. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. محيص أي مفر، مناص، ملجأ. برزوا لله جميعا، برزوا لله جميعا یعنی الشاهد اینجا شیخ میگوید که لو هدانا الله لهدیناکم. یعنی این آیات معناش یعنی چی میشه؟ برزوا لله جميعا یعنی روز قیامت اندش خیلی شیخ طبیعی گفتن یعنی روز قیامت اند همه چی میشه بارز میشه، یعنی پیش الله تعالی نمایان میشه همه چی، مؤمنای و کافرای، عاصی های، مطیع های، تابع های، متبوع همه. از این همینها که های یعنی تابع متبوع ها، تابع متبوع معنی به معناشه مطبوع هست و تابع. مطبوع امام و تابع پیرو. فهمدید؟ یعنی یک چی است؟ سردار امام، یک صاحب مذهب، صاحب شرک، صاحب بدعت، سونو باید چی دارد؟ یعنی خودش به پیرو دارد. هم پیروای چی میگیم؟ اتباع میگیم، یعنی پیرو تابع. و همینه که همین شرک و دعوت میکند وای که مطبوع، یعنی مطبوع اسم فاعل اتباع یعنی پیرو کرده شده، یعنی که از پی وای چی میکنن؟ پیرو میشن. علم اینها چی میشن؟ یعنی پیش الله تعالی نه چی میشن؟ بارز نمایان میشن، جمع میشن. دنیا با تابع ها چی بودن؟ یعنی دیناشونه، خداشونه که بسپردن، امام هاشون بسپردن. یعنی هم خیلی اعوذ بالله امروز چی میگوید؟ یعنی میگوید که همین میگوید امام هم حق باطل اما از پی هم میرم. یعنی چه خیلی که دنیون ده من نجات میتید، آخرتان ده نجات میتید. طيب دنیون ده دیدیم خیلی پیروی کاری الله علم چی، لیکن آخرتان میبینیم که چی میشه دال اینا. وقتی که وای ها گمراه بودند، یعنی همین امام هاشون، سردار هاشون، استاد هاشون، اساس گذار های همین شرک بدعت، همین ها گمراه که بودند، اكو میبینیم که کنی همین ها همین پیروهاشون همین شاگرد هاشون، مرید هاشون، یعنی همین ها به یاردم داده میتوانند یا نه. همین ها چه ضعفا هم پیرو گفتن که امام هاشون به گفتن که کنا لکم تبع، ما شما به چی بدیم؟ یعنی پیرو بدیم. فهل انتم
مغنون عنه، یعنی شماها ما به یگون چیز فایده داده میتونید از این عذاب، از عذاب ما یکون نجات داده میتونید. یعنی ما دنیون در این قدر چیکار کردیم، یعنی شماها به دینا مایا، نفس ها مایا، روح ها مایا سپردیم. امروز اکن شماها ما به یگون نجات داده میتونید یا نه؟ گفتن که قالوا لو هدانا الله لهدیناکم. گفتن که یعنی ما فهمیدن که یعنی چی بده، یعنی ها گمراهنده بدن. یعنی اگر الله ما هدایت میکرد ما هم شو هدایت میکردیم. نعم این قول یک طرف حق یک طرف باطل. یک طرف حق همین که نعم هدایت دستی الله سبحانه و تعالی. دویمش یعنی معناش چیه؟ یعنی شماهای کی مجبور کرد؟ یعنی ما می‌دونیم که انسان چیه، یعنی مسیر یا که مخیر، یعنی وای ها چیکار کردن، یعنی گویا که این چیز به احتج بماذا بالقدر. گفتیم که القدر یحتج به فی المصائب لا فی المعایب. چیزهای مثلا چی به دینی به قدر احتجاج کردن نمیشه. برای چی بومداد نخونده خیر قدر الله میگوی این چیزا، میگوی نام تلفن بگم کردم خیر قدری الله تعالی است. لیکن یک عبادت به چی کار میکنی؟ گفتیم یعنی ندامت، ترک عبادت چی گفتیم؟ ندامت. یکی از اصول، یکی از شروط توبه ان ندامه گفتیم. یعنی میخونه یعنی انا این چیزی این مثل چی بشه، یعنی معناش که یعنی وای ها چی، یعنی این چیزاشون حجتاش قبول نمیشه، یعنی حجتاشون نگرد قبول نمیشه. نمیتونی که گفته که یعنی چی الله منو هدایت میکنه. نه، الله تعالی تو به الله تعالی عقل داد، فطرت داد، کتاب فرستانید، رسول فرستانید، به لغت، به لسان، به زبان خودت و رسول اومده تو بفهمونید. با چی عذرمون برای تو، فهمیدید یا نه؟ اگر یکی آدمی چیزها نمیشد بسوی تو رسول نمی اومد یا که عقل نداشته بدی و دیگه معذور میشه. ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. رفع القلم عن الثلاث منهم عن المجنون حتی یفیق. مجنون عقل ندارد و معذور، آدمی که وای ها به رسول نامد وای معذور. لیکن عقل داد الله تعالی تو، فطرت داد، رسول اومد علیه الصلاة والسلام، کتاب اومد تو به لغت و به زبان خودت و شرح داد، فهموند. بود تو بچه رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. یعنی خلاص حجت نمیموند بعد از رسول شما، این حجتاشون قبول نمیشد بایگویا. مثل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. يعني سادتنا وكبراءنا، سادتنا أي يعني كي شرفاءنا أشرافنا و كبراءنا كي علماءنا. میگوید یعنی طاووس رحمت الله علیه، یعنی چی میشه؟ یعنی ساده یعنی کینا اشراف و کبرا علما. یعنی ماها چی میگوید؟ یعنی میگوید که ماها چیکار کردیم؟ یعنی همین اشراف هامو، سردار هامو و عالم هامو به اطاعت کردیم، لیکن وای ما چیکار کردن؟ گمراه کردن. ربنا يعني سبحان الله اكو روز قیامتان چی میگن؟ یعنی ربنا آتیهم ضعفین من ضعفین من العذاب ولعنهم لعنه. یعنی اكو امروز وای ها بچه دو برابر دویتر چته عذاب ته وای های و لعنت کبیر کن. انا من چیز، انا من چیز پیرویه که حق مبین به اساس نیافتگی آخرتش چی ویا عاقبتش وای. آيات كثيرة بيّنت أنهم يختصمون ويتحاجون في النار إلى آخره. برزوا لله من شر وقال ضعفنا. ماذا يستفيد الآن التابع؟ دخل هو يعني على كل روز قامتان ده چی فایده میگیرد؟ مطبوع مثلا چی تابع چی فایده میگیرد؟ يعني ويطلب من سيده أن يخفف عنه بعد شيء. يعني از سيدش، از عالمش، از شيخش، از پیرش، از امامش یاردم میطلبد، لیکن و یاردم دادن نمیتواند. إلا حسرة وندامة. فعلى المؤمن يعني يتبع على برای همین مؤمن باید که چه حق با پیروی کند. پیروی چی به رسول به انا من چیز توی چه یا لیتنی چی میگوید؟ یعنی من عنده مثلا اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني أولا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يعني انا من چیز، یعنی یگونه چیزی که تو به نجات میتونی پیروی چوی روح رسول و روح انبیا با. و الى الحق و الى الجنه ولا تتبع شیطان. باید که شیطان و یعنی قاضی یعنی این چیزا باید که چی، یعنی این دلالت میکند که پیروی کنی پیروی حق
پیروی رسول انبیاء به پیروی کن. اما پیروی شیطان و اصحاب شیطان و صاحبای شیطان، صاحبای شرک و کفر باید که چه و الا حالت چه میشد؟ یعنی مثل من ها با اینکه ربنا این اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا ربنا اتیهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. و سیقول متبوعون، یعنی چه این حالت اندرسونه که ها متبوع ها همین امام هاشون همین ها چی جواب میتین؟ لو هدانا الله لهدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. سبحان الله. همین انده تفسیرنده بعد اهل تفسیر میگوید که یعنی چی میگوید؟ یعنی اکن چی شد؟ یعنی بین تابع های و بین متبوع ها پیروای و اماماشون چی شد؟ یعنی همین خیلی یعنی بحث و مناظره برافت، یک دیگر لعنت کنی، یک دیگر به دعا کردن برافت. همین انده سونه این یعنی امام هاشون چی جواب میتید؟ جواب داده میگوید که یعنی اکن آخرت میگوید خلاص میگوید اکن سواء علینا میگوید اجزعنا، یعنی فرق ندارد میگوید اجزعنا ام صبرنا. الجزع و الصبر یعنی امنان میگوید که یعنی چی میکنن؟ یعنی ها یعنی چیکار میکنن وای هو؟ یعنی الجزع یعنی ناراحتی، ترس، واه مثلا الجزع یعنی هم خیلی میکنن، یعنی هم خیلی میکنن یعنی بی صبری، یعنی از عذاب میبینن که هیچ فایده نداره. فایده چی ندارد؟ یعنی فهمده؟ فایده چی؟ فایده ندارد. یعنی سونه مینگرن که اهل جنت چی خیلی یعنی چینده، یعنی الله تعالی نشوناشو میتر اهل جنت کدام نعمت هنده، کدام راحت هنده، کدام نعمت ها به سون میبینن که اصلی اینا چی بود؟ یعنی با چی نایل شدن همین چیز؟ با صبر. گفتم بیاد مویم صبر کنیم اکن شاید من اهل جنت با این نعمت ها به حاصل شویم. وای صبر کدوم هنده؟ کدوم حالتن کرنده کار بود؟ صبر میکنن دوزن کدونش هنده بیفایده، بیفایده. صبر این دنیا با انما الصبر عند صدمة الاولى، انما الصبر عند الصدمة الاولى، یعنی صبر این دنیا بمیشد. یعنی همین مثلا برای همین یعنی انسان چی میکند؟ یعنی کمتر مثلا اذیت، کمتر مصیبت میبیند و چی از دین میگردد، واجب ترک میکند، از سنت میگردد، میگه یک حرام به دست میزند. یعنی قیامت یاد ببیار. یعنی این دنیا صبر کنی میشد یا نمیانی؟ صبر کنی میشد همین صبر میشد باذن الله، لیکن قیامت هم صبر میشد. وقتی که دوزخ بعوذ بالله میدرد انا وای وقتنده چی وای صبر بیفایده، لیکن صبر این دنیا ده چی میتونی هم به اذن الله سبحانه و تعالی هم باید که چیزا فهمید.